اساسی رشد اجتماعی اقتصادی ولایت مختار کوهستان برای سال 2021-2026 ما معین کردیم. یکم سوای صنعت. در سوای صنعت ما دقت داشتیم با استفاده دادن کان‌های طبیعی میخواهیم نیت داریم که اقلا در هر یک نوع یک تا کان طبیعی باشد. با کار انداختن کان‌های طبیعی از نوع دروز خود شاهد حال است که یک نوعی که امروز دو کان اطلاع داد به یک چند کارخانه صنعتی است چقدر با بودجه نوعیه و ولایت مبلغ وارد کرده است. بنابراین ما میخواهیم تصمیم گرفتیم که به رشد صنعت که این یکی از هدف‌های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان است، صنعت‌کاری با سرعت ما با در ولایت مسئله رشد صنعت از جمله صنعت کویی با استفاده دادن بعضی کان‌ها و تأسیس دادن کارخانه‌های صنعتی، کارخانه استحصال سمنت، کارخانه استحصال خشت، کارخانه استحصال گیپس کردن و دیگر مسائل ساختمانی. این مسئله صنعت قطعی. دوم مسئله کشاورزی. گرچه امکانات کشاورزی در ما محدود هستند ولی متاسفانه ما هنوز 50% پتانسیل خود را استفاده می‌بریم، 50% باید نو استفاده مانده است. هم از دستور پیشوای ملت درباره آبکلانه استفاده بردن هر پارچه زمین که خیلی به طور غیر آبکلانه آن استفاده می‌بریم، هم مسئله میوه قطعی، هم مسئله سبزیجات قطعی. بنابراین در اینجا بسیار چاره‌بینی هستند. باید به بهتر نمودن حاصل نوکی، باید به کار انداختن زمین‌های نو، باید به کارهای سویل مستحکم کنی، باید به وسیع نمودن میدان زمین کشت، میدان باغات و بعد کارکرد میوه و سبزیجات. کارکرد میوه و سبزیجات با سپارش جناب عالی سالکاران از ولایت سوق به ولایت مختار کوهستان بدخشان آمدند، میوه سبزیجات ما را دیدند و گفتند که این میوه سبزیجات ما با میوه سبزی یک جماعت ولایت سوق برابر است. در یک نوعه 8 ولایت سوق زیاده از 1600 هکتار فقط باغ زردآلو است. همین قدر ولایت گفتیم 50 تن زردآلو را این سال پیدا کردن نتوانستیم. 50 تن 100 تن توت پیدا کردن نتوانستیم. بنابراین آنها با ما توصیه دادند که ما با زیادتر به مسئله جمع آوری خوش کردن مشغول شدیم. مسئله کارکرد و تأسیس کارخانه ما باید محصولات زیادتر کنیم و بنابراین همکاری را با سازوکاران ولایت سوق و ولایت قتلان و دیگر نواحی جمهوری تاجیکستان برام میمانیم. در سوای معارف ما نیت کردیم که حداقل در یک سال 2 تا مکتب زمانوی در ولایت بسازیم. در مسئله تامین سیستم حفظ الصحت، مسئله تامین تجهیزات، مسئله ساختمان بنگاه طبی در قشلاق‌های بنگاه طبی نیستند و مسئله تعمیر با بیمارستان‌ها به نقشه درآوردیم و نیت داریم که مسئله ساختمان بیمارخانه در مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان. در ساحه تامین با آب امروز قریب 73% قشلاق‌های ما با آب تامین هستند. مشکلات جدی ما در شهر خروف، مرکز نویا و بعض دیوتا. نیت داریم که در 5 سال ما باید مثلا تامین با آب نوشابه 100% حل کنیم و دسترسی به خدمت‌رسانی آب و تشتاب در شهر خروف و در مرکز نویا نیز در 5 سال آینده باید حل پوره خود را یابد. در مسئله راه بسیار نقشه است، اساساً برای اقتصاد ولایت مختار کوهستان باشد از همه مهم این راه است. بنابراین بسیار هر روز قریب با حکومت جمهوری تاجیکستان با وزارت در تماس هستیم. مسئله ساختمان راه درواز تا دروازه روشان و با شریکان رشد حاضر در مصلحت هستیم درباره تعمیر کردن بعض راه‌های از شهر خروف به مرکز نویان. ساختمان 18 کوپروکی که توسط بانک عمومی جهانی عملی کرده میشد و بعد با شریکان رشد با ساختمان قریب 11 کوپروک دیگر. مسئله سوالکاری رشد سکتور اقتصادی یکی از مسائل کلیدی است. امروز با دستگیری هم مبلغ‌های مالیوی که توسط حکومت جمهوری تاجیکستان آمده ایستادند، هم مبلغ‌هایی که با دستگیری حکومت تاجیکستان از بانک عمومی جهانی عضو مصلحت با بانک رشد آسیا است، از شریکان رشد و با قسم شدن فعال و بانک‌های نو در ولایت مختار کوهستان باشند زیاد نمودن رول سکتور خصوصی و تشویق و ترغیب نمودن ساحه صاحبکاری و بعد مسئله رشد توریسم. این هم یک از امکانات‌های کلان ولایت است. درباره رشد توریسم برنامه خیلی زیاد هستند
مسئله تامین با قوای برق در 5 سال آینده بود همه 66 قشلاقی که امروز قوای برق ندارند بود پر را با قوای برق تامین کرده شوند و تامین نمودن تا 90% اولویت با علاقه موبیلی و دسترسی به اینترنت ارزان و سرعت بلند. اینو هستند همون روش و نپراولینوی که ما خواستیم که در سال 2021-2025 به نقشه داریم. اگر شما با یکان فکر دیگر داشته باشید مرامت، چون فکرها بسیار هستند. یکی درباره رشد دادن ذخیره انسانی ولایت مختار کوهستان ما شما در این باره 10 بار گفتیم که این کرونا و این چیزا وقت میخواد، لیکن ذخیره رشد انسانی درباره تقویت دادن کارهای آنلاین و فاصلوی که از در ما 70 نفر دخترکان در شهر خورد کار میکنن، بوگلتر شرکت های امریکا رو پیش میبرند. ما امکانات پورا داریم تشکیل نمودن چنین فعالیت در مسئله ترجمه کردن از زبان انگلیسی به زبان تاجیکی به زبان روسی، در مسئله تیار نمودن متخصصان برنامه‌ساز اطلاعات معاصر. خود جناب عالی ابراز داشتن که امروز در نیروگاه آبی برقی 14 نفر در سیستم کامپیوتر تکنولوژی کار میکنند، از جمله 11 نفر فرزندان ولایت مختار کوهستان بادشاه می باشند. بنابراین رشد ذخیره انسانی هم از نقطه نظر معارف، هم از نقطه نظر حفظ الصحت، هم دسترسی به دیگر امکانات نیز یکی از مسائل کلیدی رشد ولایت مختار کوهستان بادشاه برای سالهای 2021-2025 می باشد. اگر شما باید تکلیف دیگر داشته باشید درباره دیگر رویه مرامت، ما میتونیم که ما رو باز کنیم و برنامه وارد کنیم و بسیار نیت داریم که این برنامه رو ما با حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کنیم. با میس شرق ساختمان مکتب خجیز انشاءالله این باور سر میکنیم. مثلا قشلاق‌های داش و قشلاق‌های عجیب موافق نظامنامه وزارت تندرستی فقط بنگاه طبی در ما قشلاق میشه که اونجا اگر زیاده از 500 نفر اهالی باشد، چون که قشلاق‌ها 500 نفر اهالیشون کمتر است، این اهالیش کمتر است، لیکن مسئول خیلی دور است. این برای با ریاست حفظ الصحت مصلحت میکنیم که اینو چیکار کردن میتونیم. مثلا کوپرک اونجا دو کوپرک هست، که کوپرک پیاده‌گر که کوپرک ماشینگر. دو کوپرک ماشینگر و 85% کارو اجرا نشده است. اونجا فقط همون فوندامنت ساختگی اساس از همه قیمتانی برای کوپرک از همون بالکه، آوان، تخته، بعد همون تراس، همون چیزا. و مردم گفتن که ما با کوپرک پیاده‌گر سازید. اگر گوید که کوپرک پیاده‌گر سازید ما با USAID کمتر مصلحت داشتیم، ما میتونیم که با ساختمان کوپرک پیاده‌گر شروع کنیم. اینا محترم این مشروزده یک بار ما سمیت همون کوپرک گرفتن در کار باید در راست سپونج است. اگر گویم که بسیار نه ما با کوپرک پیاده‌گر نسازیم، ما با کوپرک ماشینگر سازیم که قریب 1 کیلومتر دورتر از برون، شما باید خلاصه بید که کوپرک پیاده‌گر سازیم یا کوپرک ماشینگر. تا ماشینگرش باید کارش زیاد است و مبلغ کم 4-5 میلیون سومانی رو کار دارد. کوپرک پیاده‌گر میتونیم یا کوپرک بودگر تعمیر کنیم. بسیار کوپرک خوفناک است، اونجا زمستان که اون کودک در اون دریا میافتد یا باید از نو سازی میکنیم. هم مسئله تسهیل قطع مصرف میکنیم. مسئله زمین بجودره چنتون زمین بجودره من 100% مطمئن هستم که او زمینم نیست، او یک زمین سنگلاخ خاله است. برای زمین کردن کم 4-5 میلیون سومونه در کار است. دویم اما مردم دیوت زمین ها نزد خونش امروز کش کردن نمیتونن. او زمین بجودره را فقط یک بلشنک است، سنگ خاله است. بنابراین محترم 913 بود میتون روی دمونجا که یکم تا چند دوزد او زمین کانال دارد لیکن سرجور ندارد، گلبنور نیست. سیستم ایرگاسیونش فقط از قوم اونجا آب داخل نمیره. زمین سنگ و ریگ خاله است. اونجا مگر خاک بیارید، بعد اونجا قوه کاری زیاد در کار است که او مردم از او در این کار میبرند. این چیزایی که محترم وکیل مردمی پیشنهاد کردن امینا رو می‌آموزیم، بعد به شما اخبارات میدیم کدام کارا رو در کدام سال کردن میتونیم. همین گیسا رو چیکار کنیم؟ حاضر ما کمچینی جدی قوت برداریم. بسیار گیسای نازنین ساختشگی در یمز حاضر بیکار است، در یمچون حاضر بیکار است، در لنگر حاضر بیکار است. از بسیط وال شکستگی تعمیر کردن انشالله میرسد این روزو. هم نمیشه اون را در بالانس بگیریم،
قوای برق استحصال کنیم به مردم فروشه حکومت تعمیر کنیم و بسیار اگرگات خوب است 100 کیلووات در همین زمستانی بسیار منبع خوب است همین خیلی دیگر در در شکیو بین کرد اگرگات خوب است اگرگات 100 کیلووات که میشه در اگون قشلوق نوعه دروازه و در اگون دیگر جو بیوریم اگر مثلا بینید امون گیس بسین بهتر 150 کیلووات بود تو دوره که متخصص نباشد و اداره کردن نمیتونند یک مسئله شما قطعید مسئله تامین نمودن قوای برق همین کمبینات اورد همین گفتیم که در همین شب روز سیستم کور همین کمبینات با قوای برق تامین شد دین از ساعت 11 تا ساعت 6 قوای برق نداشتند اوزر بود ما از جمهوری 1000 تن گندم حکومت جمهوری ترکستان در همین کمچینی و در همین بینونی ما با 1000 تن گندم جدا نمودند 1000 تن گندم رو بیوریم اورد کنیم قبول کنیم و روزانه باید گندم رو قبول کنیم شبانه باید اورد کنیم که مردم در زمستان بینون نمونیم امون از قوای برق تامین کردن نمیتونه دین پرسیدم چی خیلی است میگه قوای برق نداریم 1000 تن گندم حاضر ما چی خیلی که ما اینو قبول کردن نمیتونه قوای برق نیست جیت تو چند روز ما او قانونا با نقشه گرفتیم تو چند روز اون رو او قانونا صرف کردیم در کجا رزرو داریم در سال 2021 نسبت به سال 2020 ما باید کدام تغییرات در کار در فعالیت در استفاده مبلغ خود داریم فقط چند سوم داخلش کجا رفت اینا هر کس کردن نمیتونه این کار بوگلتر است کار تعلیلی بودجتی تمام چیز دیگر است قرضایی که داریم در پیش سوی کرون از حساب انگشت و دیگر چون که خطا به نقشه گرفتیم برزیاد خرید کردیم دیگر کردیم چیکار میکنیم قرضداری رو ممکن رئیس قرضداری که یعنی که از نویاهای دیگر هستن که بعضی ما راستی و یک قسم سوبینس که وارد نشد و بعضی درآمدهای خوبی که پورا و نشدن رو گرفتیم و در مزد مهنت محکم کردیم و در دیگر خراجات ها یعنی مبلغ کمی کردن های از حساب درآمدهای خودی همین محکم میکنیم تو نمیتونید 5 میلیون هیچ وقت ما درآمد خودی سالانده نمیتونید چیکار کنیم اینا رئیس در شروع تعلیم بعضی تعلیمات کردیم که همین افزایش یعنی 11 از 5 میلیون سومانی که هست تعلیم رو بذارندیم ما از بقیه اندوزها داریم در دایره 2 از 1 میلیون سومانی یعنی که اگر شد 50% همین در سال آینده جمع کنیم 1 میلیون سومانی هست داریم بر زیاد اجرا شوه که در 11 ماه ما داریم 4 میلیون یعنی 4 میلیون ما در نقشه نگرفتیم این هست از ما بلندشوی مزد معاش اداره های بودجتی ولایت از ما 32 از 6 میلیون سومانی تشکیل میده انداز از درآمد علاوگی 3 از 7 میلیون سومانی در سال آینده میشه بغیر از این بلندشوی مزد معاش اداره های جمهوری اینجا بسیارتر کارمندهای ارگان‌های قدرتی هستند که اندازه‌بندی نمیشوند لیکن به هر حال با اداره‌هایی هستند که میشن قریب 3 میلیون سومانی علاوگی میشه برای انداز از درآمد ساختمان‌هایی که از حساب مبلغ‌های جمهوری و شریکان رشد در ولایت میشه حساب ما ساختمانچو و اگنتی و تفتیش کردیم و سال 2021 قریب 540 میلیون سومانی باید از خود شود اگر شد 2% فقط اندازه‌بندی در ولایت شود قریب 10 میلیون سومانی رو تشکیل داد و دیگر چیزهایی که هستند به تطبیق لایحه‌ها هستند در نظر داشته شده اقلا 1% 2% شوندنده برای حساب‌ها از 58 در بودجه نو 60 سومانی معاش شده است نسبت سال جاری بالاتر هستند و درآمد دیوانگوس‌ها زیادتر می‌کنند و پیشگویی‌ها قطعی شما اگر که بودجت واقعیت رالی رشد و انعکاس میکنه دیگه خیلی واقعیت رشد و انعکاس نمیکنه بودجت ما برای سال 2020 بغیر از معاش و نفقه دیگر به یگان چیز نمیرسد حتی برای خرید انگشتر که سال 5 میلیون قضا سال آینده ممکن 10-15 میلیون میشه برای میگم که در کجا ما تقسیمات بودجه را دیگر کنیم در کجا کم کنیم در کجا زیاد کنیم و از چنین میکنه تو شما با ما ریاست‌های دارن که ماشین نخرید کامپیوتر نخرید تعمیر نکنید این کار کردن غیر امکان است این همه گفتم میتونم این نکنید فقط معاش دید و تمام لیکن دیگر روچه دیگر واسطه شد با چیکار کنیم با از کجا بیم مبلغ همین بوده که چیکار کنیم کجا را کم کنیم خرید انگشتر کم کنیم برق کم کنیم دیگرش کم کنیم چی تکلیف داره شما کدام چشم هستن که ما برای استفاده نبردیم که همین مبلغ زیاد شود همین اندازه‌بندی ما
توکل است این رقم ما هیچ کس نه شما میدونه نه من میدونم نه انداز من که سال ساختمان چقدر میشه و دیگر کار چقدر میشه. این تشکر به همین نوع دراز که همین سال همین قدر 137% اجرا کرد در تجربه در جای حکم است و 150,000 به دستگاه رئیس ولایت گذاران که ما دیگر نوع رو پر کردیم و شهر خورد کمک کرد دیگر رو کمک کرد. پیشوای ملت سپارش دادم که باور دارم که محترم رئیس دراز میتوند که امسال هم نوع را به خود مبلغ گذراند، لیکن ما التماس کنیم نه امسال دیگر نه، چون که ما در دیگر نوع مشکلات داریم. بنابراین پرینسیپ نقشه‌بندی 2021 از 2020 الان فرق نداره، الان سبق نآموخت. سپارش حکومت جمهوری تاجیکستان بود که سوبونسیا با ولایت مختار کوهستان بدخشان و نوعی که در سوبونسیا سال از سال باید کم کرده شد، ولی با دستور بیوسته پیشوای ملت برای ولایت مختار کوهستان بدخشان سوبونسیا کم نشد و برعکس زیاد شد. برای اول خود تامین کنیم ما امگه 34% 66% از حساب سوبونسیا ولی از 92% زیادتر اجرا نشد. ولایت از ماه یول تا به ماه نوامبر 100% سوبونسیا را گرفت. در ماه ایول اجراش بودجت جمهوری 93 بود، ولایت 100%. در ماه آگوست 96 ولایت 100%. سپتامبر 94 ولایت 100%. این بسیار دستگیری خیلی مهم بود، هم از طرف پیشوای ملت و هم از طرف وزارت مالیه. با زمین حکومت جمهوری تاجیکستان از بودجت خود زیاده از $500,000 قرض کردیتی بانک تجدید و رشد افریقا را سپارید. این قرض بود ما میسپردیم، ولی این هم با دستور به واسطه جناب والی وزارت مالیه از حساب بودجت جمهوری پرداخت نمود. حاضر و ما ضرور است که ما باید سرباره انداز رو به نفرانی که انداز میسپرند زیاد نکنیم، ما باید شماره انداز سپارندگان رو زیاد کنیم. هستند البته حالتایی که درآمدها از انداز پنهان میشن، این در کل دنیا هست، ولی آنهایی که امروز مبلغشان از میلیون سومون زیاد است و هنوز با شهادتنامه کار میکنند، آنهایی که اجاره داده مبلغ‌های کلان ولی در قراردادها مبلغ‌های خیلی خرد نشون میدن، و آنهایی که امروز از حسابات زیاد در مقام پنهان میدن و یا قد باید کار کنیم. بنابراین بودجت 2021 بودجت وزنین است، ولی از نقطه نظر او تحلیل او تئوریک مده او اجرا شونده است، ولی بسیار کار زیاد میخواهد.